کبیری تراری از مشکلی ها از کارهای غیر دولتی غیر دینی و با چی آرامی اوراست ما در این خرسندیم که تا حاضر وطن ما همچین جوان است گلگون شکفته است تمام جهانیان میشناسند تاجیکستان به خاطری که به خاطر محترم امام علی رحمان همه کارها را به خوبی انجام دادگیه ما همش همه داریم خلاصه شب بگو همش همه داریم خلاصه شب بگو خلاصه شب یک موسیقی گپ زد گوش کنه ناتوقی باشم که برادر ناتوقیه خیلی آدمه ما خواهش داریم از دولت اسلامی از کنسول که فرزنده ما در کنسول در دولت ایرانی تاجیکستان هستند آنها را برگردانده دارد تا اینکه ما خوشحال شویم تا که امنیت ما را خوشحال ما دخالت نکنه مقصد که یگان کس نمیگذاریم بر دولت ما بر سیاست ما دخالت کنه هیچ وقت از تاجیکستان